أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. يا من قلبي من دعاك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم.
محترم حاجی میرزا، سفر شما به امریکا در دایره کدام لایحه و چگونه صورت گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان است. از روزهای 9 می آغاز سفر ما بود از مسکو، از دوشنبه تا مسکو و بعدا از مسکو تا یکی از شهرهای امریکا چیکاگو. این سفر ما طی 21 روز طول کشید و در دوام این 21 روز ما 5 روز و 4 روز و 3 روز و 2 روز در 6 شتاتی کلانترینی از امریکا که عبارت از چیکاگو، واشنگتن، لس آنجلس، تکساس، دیترویت، نیویورک بود. سفر ما در همین شهرها دوام یافت و به انجام رسید. همراه ما از تاجیکستان به غیر بنده 4 نفر دیگه بود که عبارت از امام خطیب مسجد قزاقان داملا عبدالرحیم و معاون امام خطیب مسجد یکچینار داملا عبدالرحمن و دیگر امام مسجد اسپیچک برادر ما مراد علی و امام خطیب مسجد استراوشان سید نعمان سید فضل الله همراه بنده بودند. برنامه‌ای که ما در طی این 21 روز در امریکا پشت سر کردیم عبارت از شناسایی با ادیان بودند. با هر کدام او شناسایی پیدا کردن بود. اگرچند که رویه‌های خیلی بیشماری در امریکا بودند، با همه اونها اگرچند که ما شناسایی هم پیدا نکردیم، ولی معلومات اطرافی اکثر این رویه ها یا جریان ها گوییم یا دین ها گوییم ما حاصل کردیم. مناسبت حکومت یعنی حکومت امریکا با پیروان ادیان و رویه های دینی گوناگونی که در این کشور به سر میبرند در کدام سطح قرار دارد؟ برای ما وقتی که در هر یک شهری که ما 4 روز و 5 روز پشتی سر میکردیم با تمام مؤسسه های دولتی و غیر دولتی صحبت های علاهیده داشتیم و با گفت خودشان در امریکا 2000 رویه ها وجود داشتند و همچنان برای ما معرفی کردند اینها که وقتی ملاقات ها داشتیم و عقیده خودشان که مقصد دولت با اونها در یگان برنامه ریزی اونها پیشنهاد هم نمی کند و در رفت و کار اونها هیچ دخالت هم ندارد. این گفتی خودی رویه هایی که ما با اونها ملاقات داشتیم. ضمن آشنایی با مسجدهای اسلامی کدام نکته های برای خود مهم رو مشاهده نمودید؟ در هر یک شهرهایی که من در ابتدا نام گرفتم در هر کدام او مرکز اسلامی و در هر کدام او مدرسه های اسلامی خب وجود داشتند. در هر کدام همون مدرسه ها تا 600 700 دختر و بچه های مردم های گوناگون تحصیل میکردند از علم قرآن و حدیث و زبان انگلیسی و عربی و اسپانی و نگوییم که حتی فنهای غیری اسلامی هم اونها استفاده می بردن و گفتگوهایی که با اونها داشتیم با ما کتابهایی که از مکتبهای خود دادن اونها هم طرز بیان کردن که مقصد بسیار در اونها یک فراهمی و هر روز یک بهبودی برای همون طالب علم ها و برای کسانی که در این مکتب شاملن یعنی نوآوری می شود. مقصد در هر یک شهر مسجدهای بیشمار حتی در کوچه های دیدیم. در دیترویت کوچه های دیدیم که در یک کوچه تا 5 مسجد هم بنا شدگی بودن. خلاص ما نمازهای 3 نماز جمعه در امریکا خوندیم. یکی از آغاز نماز جمعه مانا در کپیتال خوندیم، جایی که همون گوییم که سیناتورهای امریکا قانونبرارهایی که در اونجا نشستن آشیانه اولش برای نمازخوانها در روز جمعه یا برای 5 وقت نماز ادا کردن جدا شدگی بوده است. دوم نماز ما در لس آنجلس خواندیم و دیگر نمازی که جمعه خواندیم این در نیویورک بود. در بیشتر کشورها افراد لباس اسلامی به بر نموده تعقیب می شوند. آیا این در امریکا مشاهده می شد؟ در امریکا وقتی که ما پرسیدیم که همه وقت ما را بسیارتر ذوقمون هم خواهشمون به همین بود که مسلمان ها حالشون چخیل است، چه عدد مسلمان امریکا دارد. اونا اگر چنده که گفتن 7 میلیون
ولی ما گمان میکنیم که بیشتر از شاید این عدد هم میپوشانند، همگانش نمیگویند، زیرا که بعضی مؤسسه هایی که ما اشتراک داشتیم گفتن که بسیاری مسلمان هایی هستند که مسلمانیشون را پنهان میدارن، حتی مسلمانیش آشکار نمیکنن، که نامعلوم که خواه از جهت خوف باشد، خواه از اندیشه های آیندهشون باشد، چیزی اونها را نمیگذارد که مثلا مسلمانیش آشکار سازد. این خاطر ما گمان کردیم که وقتی این خیل مسلمان ها هم که باشد و یا مسلمان است، اگرچه مسلمانیش پوشیده هم نگه دارد و هم در صف مسلمان ها داخل است، از 7 میلیون هم بیشتر مسلمان ها وجود دارد. ولی در امریکا ما نگاهی که ما کردیم همراه این دامله هایی که بودم، در لباس مقصد هیچ وقت تعقیب نیست. هیچ وقت گوییم که اما خواهرای مسلمانی که با حجاب میگردن، یعنی کسی اونها را مورد آزار هم قرار نمیدهد. حتی بچه های ما همین هم سوال هم کردن اونجا، در وقتی که ما در بعضی از مکتب های دولتی خود امریکا هم رفتیم، دخترای مسلمان میخونن، خب این چنین در کوچه بودگی ها را هم ما سوال ها کردیم. و حتی که در یکی از ادارهای وزارت کارهای خارجی هم که رفتیم، زنی با سطری در اونجا کار میکرد سیاه‌پوست، وقتی از او این سوال ها را کردن که مثلا شما را در بیرون به خاطر حجاب کسی چقه نمیشود، اونا تعجب کردن که مثلا این کسی ما با شخصانی که به حجابن چقه میشیم کار داریم، نه اونها مثال به ما اهمیت میدین. و از خود جانب دولت هم یعنی چیزی سختگیری نسبت این لباس مشاهده نکردیم. تشکر. اما یک نکته دیگر رو ذکر میکردید که در دوام سفر در امریکا شما خود رو در کدام حالت احساس میکردید؟ بله، من همون روز اول راستی بار همون در اسلام قسم واللهی هست، واللهی که همون روز اول من قبول نبود رفتن به امریکا، به خاطر که سیاستی بیرونی امریکا همگان در معلوم بود که خیلی تجاوزهای زیاد در حق مسلمان ها کردن، خیلی مشکلات های زیاد در دنیا ایجاد کردن و حتی کرده ایستادن. و همین خاطر دل بنده خیلی ناراحتم بود، خواهشم نداشت. ولی وقتی فهمیدم که 4 داملای دیگر همراه ما همراهی میکنن، برادرای خیلی خوب بودن، باز میلم پیدا شد که خیر رفته یک سیاحت میشود. سیاحت آدم مسلمان اینم یک جهادی در راه خدا هست، فهمیشای زیاد میارد. پس در دلم خواهشش پیدا شد. وقتی که از اینجا رفتیم که خیلی راهی طولانی، از مسکو تا چیکاگو 12 ساعت پرواز، خب از اونجا با تا واشنگتن 2.5 ساعت. واسه بار وقتی که رسیدم باز همین تا دل من یک تاریکی و سیاهی فرا گرفت. ولی برنامه که ذوق آور بود، برنامه که شناسایی با دین ها بود، چیزهای عجیب میشنیدم، با به هر حال طاقت کردیم، صبر کردیم. ولی چیزی که دل ما را میگرفت این همون فسق و فسادی که در امریکا در قدای کوچه خی به همگان معلوم است که لباسایی که خیلی ناراحت کننده برای آدم مسلمان است، غیر اخلاقی و را ما میشماریم، همچنان زیاد جوان ها در کوچه ها قدم میزدن که خیلی ناراحت کننده بود. و جوان ها در قد راه مثال به عشق ورزی و با یکدیگر در آغوش گرفتن و دیگر رفتارهای ناجایز و نادرستی که قابل در عقیده ما بود میدیدیم، همین ها خیلی ناراحت و خیلی دلسیاه هم بودیم. ما از امریکا عقیده نمیگیریم، ما از امریکا اخلاق نمی آموزیم، ولی در علم و در ترقیاتی که امریکا کردن باید ما تقلید کاری کنیم. باید که ما مثال وطن مونه با علم، با دانش، با پیشرفت، با محبت، با صداقت باید که آباد کنیم. همون جمع که بودیم، شهرهای زیبا، شهرهای با شکوه هم که بودن، و خدا قسم هیچ وقت از یادی بنده یک توده خاک وطن دور نمیشد. ما البته دوستداری با وطن داشتیم، دائم خدا میگفتیم که خداوند اکو دروتر ما را به وطن ما رساند. بله.